سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز به کانال معماهای تاریخ خوش اومدین. در این ویدیو میخوام در مورد حمله ترک ها به اروپا و همچنین حمله ترک ها به چین رو باهاتون در این ویدیو صحبت کنم. در قرن 4 میلادی عده‌ای از قبایل ترک از شمال آرال به طرف رودخانه ولگا مهاجرت کردند و بعد از عبور از رودخانه‌های ولگا و دون به طرف غرب رودخانه دانوب پیشروی کردند. در این ناحیه دو قبیله به نام‌های ویزیگوت‌ها و استروگوت‌ها سکونت داشتند. با حمله ترک ها استروگوت ها تسلیم شدند و شکست خوردند، ولی ویزیگوت ها از رود دانوب عبور کردند و وارد قلمرو امپراتوری روم شدند. در اوایل قرن 5 میلادی ترک ها به سرزمین های شمالی دریای سیاه از جمله رومانی و بلغارستان مسلط شدند و همچنین با تصرف تمام سرزمین مجارستان فعلی در همسایگی امپراتوری روم قرار گرفتند. در سال 441 میلادی یکی از سرداران ترک به نام آتیلا به امپراتوری روم اعلان جنگ داد و طی چند مرحله جنگ در بهار سال 452 میلادی ایتالیا رو تسخیر کرد. بعد به ونیز حمله کرد و ونیزی ها در این حمله، یعنی در مقابل حمله ترک ها، خیلی مقاومت از خودش نشون دادن و مقاومت طولانی در برابر اینها کردند و به خاطر این مقاومت بود که بعد از شکست ونیزی ها ترک ها آنچنان ونیز را ویران کردند که بعد از سالیان طولانی ونیز خالی از سکنه بود. ترک ها بعد از اینکه ونیز رو ویران کردن و تسخیر کردن، شهر میلان رو هم به تسلط خودشون در آوردن و همچنین بعد از میلان به طرف روم لشکر کشیدن. وقتی که امپراتور روم پیشروی سپاهیان ترک رو شنید، فرار رو برقرار ترجیح داد، چون وقتی که شنید ترک ها شهرهای به قول ایتالیا رو یکی پس از دیگری فتح میکنن، نتونست به قولی بمونه و فرار کرد. ولی اسقف شهر روم به قولی به دیدار آتیلا رفت و با هدایا و جواهرات بسیار زیاد به پیشواز آتیلا رفت و همچنین یکی از قیصرهای روم رو به ازدواج آتیلا در آورد و به آتیلا پیشنهاد کرد که از تصرف روم خودداری کنه و همچنین در اون موقع شهر روم رو پایتخت ایتالیا می نامیدن و آتیلا پیشنهاد اسقف رو قبول کرد، به قول تسلط بر ایتالیا دست کشید و منصرف شد. بعد از مرگ آتیلا بازماندگان و جانشینان آتیلا نتونستن سرزمین های وسیعی رو که توسط آتیلا فتح شده بود حفظ کنند، ولی عده‌ای از قبایل ترک در شمال دریای سیاه و همچنین ناحیه‌ای واقع در مجارستان و بلغارستان سکونت کردند و در اونجا موندند. حدود 1000 سال پس از آتیلا بار دیگر اروپا زیر سمهای اسبهای لشکریان ترک عثمانی قرار گرفتند و این سپاهیان عثمانی تا پشت دیوارهای شهر وین پایتخت اتریش پیشروی کردند. و در ادامه میخوام در مورد نفوذ ترک ها به امپراتوری چین ها باهاتون صحبت کنم. در شمال غربی کشور کهن چین استانی به وسعت ایران و به وسعت 1,646,000 کیلومتر مربع استانی هست به نام ترکستان چین، ولی بنا به
مصلحت‌های سیاسی از به کار بردن واژه ترکستان خودداری میکنن، یعنی کشور چین، و این به قول استان رو سینکیانگ یا اویغور به قولی مینامند، استان ترکستان چین رو. دقیقا همون سیاستی که روسیه واژه آسیای به قول میانه رو اختراع کرد، به این خاطر که نمیخواست کشورهایی که در این ناحیه، یعنی در میانه آسیا هستن، اونها بر سر زبانها بیفته و گفته بشه، یعنی مردم اون کشورها رو تکرار کنن، کشورهای ترکی که در ناحیه میانی آسیا واقع شدن. دقیقا این سیاست هم چین ها به کار بردن و نمیخوان واژه ترکستان گفته بشه و به جای اون سینکیانگ یا اویغور به قولی گفته میشه. وسعت این به قولی استان برابر با 1/8 کشور چین هست. یعنی اگه بخوایم جمعیت این استان رو نسبت به وسعت اون در نظر بگیریم، چیزی در جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر شاید باشه که بیشتر این جمعیت رو ترک ها به نوعی تشکیل میدن. ترکستان چین از طرف شمال به کشورهای قرقیزستان و قزاقستان محدود میشه و از طرف غرب به کشمیر و افغانستان و تاجیکستان و از طرف شرق هم با کشور مغولستان هم مرز هستش. چینی ها از دوران باستان از حمله همسایه های ترک خود همیشه نگران بودند. به همین خاطر 3000 سال قبل یک دیواری رو، یک مانعی رو که معروف است به دیوار چین، به طول 6800 کیلومتر به قولی در مرز مغولستان و ترکستان برای اینکه مانعی بشه برای هجوم ترک ها این دیوار رو زدن و این دیوار با اون عظمتی که داره حتی از کره ماه هم این دیوار دیده میشه، ولی این دیوار هم نتونست مانعی در برابر حملات ترک ها باشه. در سال 75 میلادی اهالی شهرهای ترک نشین گرسو و همچنین اوچ تورفان بر علیه چینی ها دست به شورش زدن و ترک های قبایل هون شهر کاشغر رو به تصرف خودشون در آوردن. بعد از این قضیه، یعنی قضیه تصرف شهر کاشغر، نیروی نظامی چین بر اثر این شورش برای سرکوب شورش ترک ها عده‌ای به اندازه 700 نفر از شهر آقسو رو به هلاکت رسوندن و همچنین در شهر تورفان 3800 ترک رو هم به قتل رسوندن. بعد از 20 سال باز هم مردم شهر غرس رو دست به شورش دادن و به نوعی طغیان کردند. این شورش هم به طرز وحشتناکی از طرف امپراتوری چین به قولی سرکوب شد و تعداد 5000 نفر ترک باز هم به هلاکت رسیدند و سرکوب شدند. شهر نانکن به مدت 300 سال پایتخت چین شرقی بود و در این مدت 300 سال ترک ها بر قسمت اعظم کشور پهناور چین حکومت کردند. امیدوارم از تماشای این ویدیو هم لذت برده باشین. به امید ویدیوهای دیگر، بدرود.